امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میگوید 39 نمایندگی افغانستان در کشورهای مختلف از طالبان اطاعت میکنند. امیرخان متقی همچنان مدعی شده که در یک سال اخیر وزارت خارجه توانستند نمایندگی های سیاسی در منطقه را کنترل و مدیریت کند. وزیر خارجه طالبان میگوید در نتیجه تلاش های دیپلماتیک قزاقستان و قرقیزستان نام این گروه را از فهرست گروه های ممنوعه حذف کردند. برای بررسی بیشتر امین الله حبیبی تحلیلگر ارشد را اینجا در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی وقت بخیر و خوش آمدین. آقای متقی دستاوردهای خود را قلمداد کرد. چه تعداد نمایندگی سیاسی در سطح جهان داریم که 39 تایش آقای متقی میگه که خب با اینا بالاخره در ارتباط هستند؟ ببینید تعداد دقیقش رو شاید من نمیدانم حالا، ولی اینکه به هر حال افغانستان جزئی از کشورهایی است که با سابقه است، جزئی از کشورهایی است که در تشکیل سازمان ملل نقش داشتم، عضو بوده، حتی پاکستان اون زمان نبوده و بعد مشکلات پیش آمد که افغانستان تا رأی نمیداد. این کشور حالا نمایندگیش به شکلی تعطیل شده. بعضی کشورها خواستن که کاملا تعطیلش کنن، بعضی کشورها هم به دلیل اینکه مراوداتی با افغانستان دارن و این بر لحاظ عملی خواهن کارها و مشکلات خود را حل بکنن، این نمایندگی را واگذار کردن به طالبان که آقای متقی میگه 39 تا هستن. عرض کنم که سوال اساسی که هست از آقای متقی و از مقامات طالبانی است که آیا گرهی که کار طالبان را، مشکل طالبان را با جهان حل بکنه، گره کوچکی است که با همین چند تا نمایندگی میشه با به دست آوردنش حل شود، یا نه گره خیلی بزرگتر از او هست؟ در که من است که خیلی بزرگتر هست از این گره و ابعاد گرهی که وجود داره شما در همین سرخطای خبری خودتان هم میبینین. ملا حسن میگه که دست به رسمان خداوند بزنیم برای اینکه میترسه از این اختلاف. و دیروز آقای حقانی که به نظر من بسیار تحول جالبی بود، تحول کلانی بود، که میگه که بیایم برای مردم ببینیم که دنیا رأی میگیرن، بعد معلوم میشه که کی صاحب حق است. خب اینا از گره هایش که با این دستاورد کوچک نمیشه حل کرد. آقای حبیبی متقی تلاش میکنه که بگه در کارش موفق بوده. خب چرا آقای متقی از ناکامی به خاطر کسب نکردن شناسایی رسمی حتی از سوی یک کشور یاد نکرد؟ ببینید آقای متقی هم بالاخره یک کسی است، یک شخصی است که در این نظام ناکام جایی داره و صورت خود را با سیلی سرخ نگاه میکنه. بعد از 3 سال و چند ماهی آمده میگه که این تعداد نمایندگی ها از طالبان اطاعت میکنه. خب گفتم این راه مسئله عملگرایی کشور هاست. مانند این است که شما فرض کنین در خانه شما در سیلی وارد شوه، شما یک راهی رو باز میکنید که سیل برای دیگه نمیگه که با سیل بجنگی، که یک راهی باز میکنید. به این معنا نیست که سیل رو دعوت کردی در خانه خود. خیلی از این کشورها طالبان رو مانند یک بلایی میبینن که باید با این بلا یک شکلی راه را باز کرد که صدمه‌ای به اینها نرسه و تعامل روزمرهشان انجام شود. به همین خاطر هیچ نوع شناسایی در کار نیست و آقای متقی هم دستاوردی نداره در اینجا ارائه کنه که بیا بگه که بعد از 3 سال چند ماه از حکومت از اینا یک کشور حداقل قدم گذاشته که اینا را به رسمیت بشناسه. از سفارتخانه‌های چین، افغانستان در چین، از امارات عربی متحده و از منطقه یاد کردین آقای حبیبی. خب تلاش‌های دیپلماتیکشون در منطقه ادامه داره، به این منوال ادامه میتن یا ای که فراتر از منطقه هم میرن؟ ببینید بحث اساسی است که من فراتر از منطقه به نظر من اشتیاق برای که طالبان را به رسمیت بشناسی یا حتی تعامل در حد بالایی بکنن وجود نداره. شما اتحادیه اروپا را دیدین که حتی از تعامل میخواد که جلوگیری شود و این وضعیت مقاله دیروز تحقیقی که از به نظر مرکز مطالعات خاورمیانه بود که میگفت که امریکا هم کوشش میکنه که در روابط خود با طالبان وضع موجود را نگاه کنه بدون اینکه پیش بره، بدون اینکه تمایل داشته باشه که در این کشور جنگ داخلی امثال از اینا شود. بنابراین همین وضعیت را به نفع خود میدانه. یعنی به این معناست که وضعیت به همین شکل میره
و چیزی به نام شناسایی در کار نخواهد بود و طالبان به نظر من درک به این است که وضعیت به همین شکل وقتی با ناکامی بیشتر میشه، برای که وقتی تحولی نبود نارضایتی بیشتر میشه، از همین حالا اختلافات داخلی رو در داخلشون میبینیم. بنابراین راهی برای برون رفت از این وضعیت من برای طالبان نمیبینم. امین الله حبیبی، تحلیلگر ارشد، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.